دستگاه‌های برش سیلوئت دقت بالایی دارند. در این ویدیو نحوه مراقبت صحیح از دستگاه رو به شما نشون میدیم. ویدیوهای دیگه‌ای هم در این باره و نحوه تعویض قسمت‌های مختلف دستگاه مثل تیغ‌ها، مت‌های برش و نوارهای برش رو میتونید در کانال تلگرام شرکت روکا ببینید. درب دستگاه هنگامی که از اون استفاده نمیشه باید همیشه بسته باشه. همچنین ما توصیه میکنیم برای جلوگیری از ورود گرد و غبار به دستگاه از روکش استفاده بشه. اگر به مدت طولانی قصد استفاده از دستگاه رو نداری، سیم برق رو خارج کنید. همیشه از کابل‌هایی استفاده کنید که در هنگام خرید دستگاه همراه اون هستند. شاید بخواید کابل‌ها رو بعد از جدا کردن از دستگاه با یک برچسب مشخص کنید تا به راحتی بتونید کابل درست رو پیدا کنید. در هنگام جدا کردن کابل USB یا برق، همیشه کابل رو از محل اتصال به دستگاه گرفته و به عقب بکشید. هیچ وقت برای جدا کردن کابل از دستگاه اون رو از وسط کابل یا قسمتی که از دستگاه دور هستش نکشید. در زمان اتصال مجدد کابل‌ها از اتصال صحیح اون با دستگاه اطمینان پیدا کنید. قبل از جابجایی دستگاه مطمئن بشید که دستگاه خاموشه. تمام تیغ‌ها یا ابزارها از محفظه ابزار خارج شدن. محفظه ابزار به یک سمت دستگاه هل داده شده و کابل‌ها کاملا از برق و دستگاه کشیده شدن. اگر دستگاه رو به اتاق دیگه میبرید، به راحتی میتونید دستگاه رو بلند کرده و اون رو به محل مورد نظر انتقال بدید. در هنگام بلند کردن دستگاه اطمینان پیدا کنید که هر دو طرف دستگاه رو گرفتید و اون رو بلند میکنید. وقتی دستگاه رو در محل جدید قرار میدید، مطمئن بشید که فضای کافی در جلو و پشت دستگاه برای حرکت مت برش و برچسب‌ها وجود داره. اگه میخواید دستگاه رو به خارج از خونه ببرید، توصیه میکنید که از کیف مخصوص استفاده کنید. برای تمیز کردن گرد و خاک بیرون دستگاه از یک پارچه خشک استفاده کنید. اسپری هوای فشرده برای تمیز کردن کثیفی‌های قسمت‌های قابل رؤیت دستگاه توصیه میشه. میتونید دستگاه رو خاموش کنید و با جابجا کردن محفظه ابزار به صورت دستی اون رو تمیز کنید. اگر دستگاه به نظافت احتیاج داره، از پارچه‌ای که با چند قطره آب به همراه صابون ظرفشویی کمی مرطوب شده استفاده میتونید بکنید. دقت کنید که نباید مقدار صابون زیاد باشه. میتونید به راحتی قسمت‌های مورد نظرتون رو تمیز کنید. از مواد چربی‌زدا برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید. برای تمیز کردن قسمت‌های داخلی دستگاه اون رو پیاده نکنید. اگر دستگاه برای پیدا کردن علامت‌های سخت در حین چاپ و برش مشکل داره، شاید باید حسگر چشمی رو بررسی و در صورت لزوم رو تمیز کنید. حسگر چشمی زیر محفظه ابزار قرار داره. در صورت نیاز وجود هر گونه کثیفی روی چشمی رو بررسی کنید. اگر زیر محفظه موادی وجود داشته باشه، میتونید اونها رو با موچین بردارید یا اینکه یک مقوای محکم کوچک رو زیر محفظه عقب و جلو ببرید تا کثیفی‌ها به اون بچسبن. برای تمیز کردن حسگر چشمی از مایع یا پارچه استفاده نکنید، زیرا احتمال ایجاد خراش یا آسیب به حسگر وجود داره. اگر برش‌هاتون تراز درستی ندارن، میتونید برای تنظیم مجدد موتور دستگاه این کارها را انجام بدید. دستگاه رو خاموش و از برق جدا کنید. به صورت دستی محفظه موتور رو اونقدر به سمت راست هل بدید تا متوقف بشه.
به صورت دستی محفظه موتور رو اونقدر به سمت چپ هل بدید تا متوقف بشه. این اقدامات باید تأییدی بر حرکت نرم محفظه تیغه ها باشند. وقتی محفظه موتور در قسمت چپ دستگاه قرار داره، کابل رو وصل و دستگاه رو روشن کنید. در صورتی که مدلی از دستگاه کامیو دارید و دستگاهتون رو زیاد جابجا می‌کنید، مثلا از یک محل به محل دیگه، شاید تمایل به بازبینی قسمت‌های زیر داشته باشید. اولین قسمت پیچیه که در اینجا می‌بینید. در صورت نیاز با پیچ گوشتی پیچ رو کاملا محکم کنید. قسمت دوم اینجاست. به همین ترتیب این پیچ رو هم در صورت لزوم محکم کنید. در نهایت از قرارگیری محفظه تیغه در جای خودش اطمینان پیدا کنید. همیشه از تیغ‌ها، مت برش و ابزارهای اصلی دستگاه‌های کامیو استفاده کنید. دستگاه‌های برش سیلوئت بسیار ابزارهای دقیقی هستند. تیغ‌ها، ابزارها و مت‌های برشی غیر اصل ممکنه اندازه و یا تنظیمات دقیق در مورد نیاز دستگاه رو نداشته باشند. استفاده از اجزای غیر اصلی میتونه آسیب‌های جدی به دستگاه وارد بکنه و عملکرد صحیح دستگاه رو به شکل کامل متوقف بکنه. مشکلات ناشی از استفاده از اجزای غیر اصل هم تحت ضمانتنامه دستگاه قرار نخواهند داشت. همچنین در خاطر داشته باشید که از باز کردن و پیاده کردن دستگاه به شدت خودداری کنید. این کار ممکنه باعث آسیب به دستگاه و از بین رفتن ضمانت دستگاه بشه. خوشحال میشیم که از سایر ویدیوهای شرکت روکان هم دیدن کنید. موفق باشید.